بهترین عمل در ماه رمضان چیه؟ بهترین چیزی که من میتونم انجام بدم یا بگم چیه؟ نگاه کنید، ماه رمضان ماهی است که اولا اون روزه که فرضه، روزه رمضان که فرضه، نمازهای 5 وقت در رمضان و غیر از رمضان فرضه. ما چیزی نداریم که بگیم این بهترین عمل در ماه رمضان است. هر چه میتونید، پیغمبر علیه السلام نماز او، قیام او، تلاوت قرآنش، بلخص شبها با جبرائیل مدارسه میکرد. از نظر جود و بذل و بخشش و صدقه، هر عملی که از دست و زبان و وجود انسان برمیاد بگو و انجام بده. نگو این کوچکه، نه خیر، از کنار عمل صالحی که میتونید انجام بدید نگذر. لا تحقرن من المعروف شیئا، از نیکی، از خوبی، از عبادت هیچی رو کوچک مپندار. شاید در همون عمل نیکی که از نظر من و شما یه چیز کوچکیه، اما در دید خدا، در پیشگاه الله جل شأنه چنان عمل بزرگی است و ارزشمندی است که برای تو نجات از جهنم و دخول در بهشت داره. ممکنه ما نمیدونیم، بالاخص عملی که دیگه با یک اخلاص و صداقت خاصی انسان انجام بدهد، ولو کوچک باشه خداوند بزرگش میکند و عمل بزرگ ممکنه به خاطر نبودن اخلاص خدا کوچکش بکنه و ممکنه از بینش هم ببره. از معروف و نیکی چیزی کوچک مپندار، اونم در این ماه، در شبها و روزهای این ماه نماز بخون، نماز سنت، قبلیه، بعدیه، نماز ضحی، وضو گرفتید بخون، بعد از وضوی خودت نماز وضو، وارد مسجد شدید تحیت مسجد بخون، تلاوت قرآن بعد از نماز روزه. بهترین عمل تلاوت قرآن است در رمضان، شب اون و بالاخص روز، زمانی که روزه اید. الان روزه اید، خود روزه عبادت است، انسان با عبادت به خدا نزدیک میشه. وقتی به خدا نزدیک شدی، دعای تو، ورد تو، ذکر تو، عمل تو بیشتر قبول میشه. در حینی که روزه اید، نماز در کنار روزه اید، صدقه میدید، تلاوت قرآن میکنید، همه با هم جمع میشون و یک جا تو رو به سوی خدا میکشونن و نزدیک میکنن. چقدر وعده جالبی پروردگار داده به کسانی که مؤمنن و عمل صالح انجام بدن. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونهایی که اهل ایمانن و عمل صالح انجام بدن خداوند اونها رو دوست می‌دارد، خداوند محبت اونها در قلوب بندگانش و در نزد فرشتگان جا می‌دهد. ما حدیث صحیح و صریحی داریم که الله جل شأنه، پیغمبر می‌فرمایند علیه السلام ان الله اذا احب عبدا نادى جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبه. انسان به اونجاها میرسد، مقامی بالاتر از این مخلوقی نمیتواند پیدا بکند. چیزی که هست فقط اون مقام. انسانها درجات دارن، درجات پیغمبران خدا و صدیقین و شهدا و اولیاء و صلحا در اونجا بالاتره، ولی این درجات متفاوت هست، همه در یک طبقه ولی درجات متفاوت. کسانی که خدا اونها رو دوست بدارد، این دیگه بالاترین آرزوی انسان مؤمنه که مؤمن محبوب الله جل شأنه بشود، خدا تو رو دوست داشته باشد، بالاتر از اون دوستت داشته باشد و نامت ببرد، ذکر خیرت بکند. در ملکوت اعلی جبرائیل رو صدا میزند، بزرگ فرشتگان، عظیم فرشتگان، جبرائیل امین علیه السلام صدا میزند پروردگار یا جبرائیل. چقدر عظیم! شما یک لحظه تصور بکنید، الله با اون عظمتش، با اون جلال و شکوهش در بالای عرش صدا میزند جبرائیل که ای جبرائیل بیا. جبرائیل از بزرگترین و عظیمترین فرشتگان خداست. بیا جبرائیل امین. جبرائیل امین می آید، پروردگار می فرمایند یا جبرائیل من فلان بنده ام، نام بنده اش الله جل شأنه می برد، من فلان بنده ام و دوست دارم، تو یه جبرائیل امینم دوستش بدار. دوستش می دارد. بعد از اون جبرائیل امین در آسمان ها اعلان می کند، صدا می زند که پروردگار شما ای فرشتگان فلان بنده اش دوست داره، شما اونم رو دوست داشته باشید. انسان هم به همچه مقامی می رسد، اون وقت است که خداوند مقبولیت او در دل مؤمنین در روی زمینم میگذارد.